در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2024 سال معرفتی حقوقی اعلان گردید که این را جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان همه جانبه استقبال نمودند. سلام بینندگان و هواداران تلویزیون تاجیکستان. برنامه تحلیلی و سیاسی تاجیکستان و جهان است که از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. با شما هستم فتح‌الدین زمان. متوجه باشید به محتوای برنامه. اعلان کردن سال 2024 سال معرفت حقوقی برای تلقین ارزش‌های حقوقی به شهروندان جمهوری تاجیکستان، عهده‌دار نمودن آنها، آگاه شدن از قانون‌های کشور و در مجموع قدم ماندن در زمینه معیارهای حقوقی است. این غمخواری برای آینده سازی جوانان است، برای تامین آینده درخشان جوانان است. همصحبتان ما هستند دانیار سنگینزاد، دکتر علم‌های حقوق شناسی، پروفسور. خوش آمدید به تلویزیون تاجیکستان. در زیر محتوای اعلان سال 2024 یعنی سال معرفتی حقوقی چرا میتوانیم بفهمیم؟ از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام به واسطه تاکید گردید که در سال 2024 در کشور ما تجلیل 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون کشور است و در این زمینه این سال همچون سال معرفت حقوقی اعلان گردید و خود پیشوای ملت ضرورت یا اینکه ماهیت اعلان کردن این سال را چنین شرح دادند که تنظیم باثبات مناسبت‌های جمعیتی از قانون وابسته است و در حالتی که قانون‌های خوب قبول کرده می‌شوند آنها می‌توانند به رشد منبعی مناسبت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تکیه مستحکم و استوار گذارند و حتی به پارلمان کشور مراجعت کرده تاکید کردند که برای باز هم تقویت بخشیدن مناسبت‌های جمعیتی، حمایت حقوق و آزادی انسان و شهروند، رشد بخشیدن ساحه‌های خواجگی خلق منبع نیز در فعالیت خود به قبول قانون‌های باصفت مشغول گردند. یعنی معرفت حقوقی خودش مضموناً مجموع دانش‌ها، مناسبت‌ها، اندیشه‌های انسان با قانون و قانونگذاری است. اگر امروز تحلیل کنیم حتی مناسبت بین آدمان، مناسبت انسان با دولت این خود انگیزه‌های معرفت حقوقی میباشند. کی حقوق به وجود آمده است، کدام معیارهای حقوقی هستند، کدام قانون‌ها در جامعه مناسبت‌های جمعیتی را تنظیم میکنند، مقامات حفظ حقوق این قانون‌ها را در فعالیت خود چگونه تطبیق می‌نماید، انسانی که حقوق ویرانکنی صادر کرد تحت جوابگری قرار داده می‌شود و غیره در مجموع افاده کننده معرفت حقوقی است. و امروز معرفت حقوقی را ما مجموع تصورات انسان با درک قانون‌ها بها می‌دهیم و اعلان شدن سال معرفت حقوقی از یک قطار زمینه و عنصرها عبارت است. پیش از همه در جامعه که قانون‌های باصفت است، در جامعه که مردم از معیارهای قانون برخوردار میباشد، در اون جامعه صلح و ثبات است، در اون جامعه پیشرفت است، در اون جامعه احترام یکدیگری جای دارد. دوم مسئله آن است که اگر انسان از دانش‌های حقوقی برخوردار باشد، مثلا کنستیتوسیون کشور خود را پوره آموخته در عمل تطبیق کند، قانون‌هایی که برای جوابگری برای صادر کردن حقوق ویرانکنی جوابگری مقرر میکنند آن را داند، در همون جامعه حقوق ویرانکنی صادر نمیشود و انسان به جزا یا جوابگری گرفتار نمیگردد. از این رو اعلان کردن سال 2024 سال معرفت حقوقی برای تلقین ارزش‌های حقوقی به شهروندان جمهوری تاجیکستان، عهده‌دار نمودن آنها، آگاه شدن از قانون‌های کشور و در مجموع قدم ماندن در زمینه معیارهای حقوقی است. می‌بینیم که گذشتگان ما طول هزار سالها قانون نویس بودند، بشریت را برای راست دعوت می‌نمودند. گذشتگان ما در طول هزار سالها همیشه برای بشریت حقوق و آزادی را تامین ساختند. بخصوص کوروش کبیر در دوران خود بسیاری از قوم و قبیله ها را از بردگی و غلامی رهایی بخشید.
هنگام کشورکشایی‌های خود در روم و در بیزنطیه و در خاک فارس همیشه تلاش میکرد که ساکنان دنیا در زیر سایه آزادی، استقلال و صاحب حقوقی زندگانی کنند. در اونجاست که کوروش کبیر میگوید آزادی بردگان، رهایی زندانیان و عزت بزرگان همواره آرزوهای من است. همین گونه پیندارهای نیک در جامعه صاحب استقلال تاجیکستان از جانب پیشوای معظم ملت مشاهده می‌گردد که توانستند با گذاشتن مجسمه های از بزرگان ملت تاجیک، بخصوص گذاشتن مجسمه امیر اسماعیلی سامانی، مجسمه کوروش کبیر و مجسمه های دیگری از قهرمانان و پهلوانان که همیشه برای صاحب دولتی و صاحب قانون بودن می اندیشیدند آنها را احیا کردند. به همین خاطر این پیشنهادی که سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان گردید از جانب پیشوای معظم ملت، این ادامه منطقی تفکر و ایدئولوژی آینده‌نگری بزرگان ما طول هزار سالگان آخر است که توانستند که همین گونه یک منطق دولتداری، منطق صاحب حقوقی، منطق صاحب دولتی را حفظ و نگهداری کنند. و امروز جوانان تاجیکستان باید پیرو چنین عقیده ها، پیرو چنین پیندارهای پاک باشند که ما در زیر سایه قانون زندگانی کنیم. در زیر سایه قانون زندگانی کردن این مبارزه منطقی در مقابل افراطگرایی، خرافات پرستی، بیگانه پرستی، قانون شکنی، جنایتکاری است. این پیشنهاد شایسته یک پیشنهاد خیرخواهانه برای جامعه شهروندی تاجیکستان است. دیدگاه شما درباره چنین پیندارهای نیک چگونه میتواند باشد و چنین اقدام شایسته با کدام اهمیت‌های بزرگ در شرایط معاصر تاجیکستان برخوردار میتواند باشد؟ تامین حق و عدالت بهر انسان قانون است. کشوری آباد و آزاد فیض و احسان قانون است. به واسطه اعلان کردن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی، این تشبس پیشوای ملت برای باز هم با دانستن حقوق و آزادی انسان و شهروند، روبرو کردن انسان از ارزش‌های حقوقی و در مجموع بالا رفتن معرفت حقوقی کشور گواهی می‌دهد. پیشوای ملت مقصد اساسی اعلان کردن این سال را باز هم بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان تکیه اساسیشان در همین است. و اگر امروز بینیم موافق کنسپت سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2028 یک قطار راههای بلند برداشتن معرفت حقوقی انسان نشان داده شده است، از جمله جانب کردن ترغیب و تشویق صنعت‌های معیاری حقوقی، یعنی به هر یک ساکن کشور فهمانده دادن معیارهای کنسه کشور، جوابگری در کودکس جنایتی، در کودکس حقوق ویرانکنی ماموری و دیگر صنعت‌ها. اگر امروز تحلیل کنیم بیش از 12 قانون کنسیونی، 22 کودکس، 400 قانون و ده هزار صنعت‌های معیاری زیرقانونی دیگر است که هر یکی آن برای انسان روانه شده است. مقصد اساسی قبول قانون تنظیم مناسبت‌های جمعیتی برای رشد انسان است، حمایت حقوق‌های انسان است و هر کسی که از آن برخوردار است می‌تواند که در مناسبت‌های جمعیتی منفعت‌های خود را حمایت کند. و راه دومی که امروز پیش بینی شده است به واسطه توسط سامانه‌های رسمی اطلاع دادن به شهروندان درباره صنعت‌ها است. ببینید همین کنسپت پیش بینی نموده بود که باید سامانه رسمی در سطح جمهوری با فراگیری کلی صنعت‌های معیاری حقوقی تأسیس داده شود و خوشبختانه مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین سامانه را تأسیس داد، در آنجا جایگیر کرد، اما کلی صنعت‌های معیاری حقوقی در آنجا جایگیر نیستند. یا اینکه موافق همین استراتژی کنسپسیا باید که صنعت‌های معیاری حقوقی رایگان دسترس مردم گردند، اما امروز مثلا بعضی ساختارهای هستند که صنعت‌های قبول میکنند در سامانه‌های خود جایگیر نمیکنند و شهروندان از آن برخوردار نمیگردند. زمانی آن رسیده است که در این سال این مانع‌ها از بین رود. سوم، به طور وسیع تحلیل نمودن صنعت‌های معیاری حقوقی و به منفعت خلق تاجیکستان وارد نمودن تغییر الهوا است. خود پیشوای ملت در پیام تاکید نمودند که قانون‌ها با نظر داشت تغییرات مناسبت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی باید تکمیل داده شوند. پس راه بلند برداشتن از جانب شهروندان قبول نمودن اندیشه‌هایشان درباره تغییر این یا آن سند میباشد و بعداً تکمیل دادن مکانیزم
مراجعت شهروندان. ما امروز داریم قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شخصان واقعی و حقوقی و اکثریت روزهای قبول دارند در زمینه سند پرزیدنت کشور آن معین شده است و مهیا گردیده است، اما مراجعت آنلاینی خیلی کم است. یعنی حتما از منطقه دور آن نفر باید که به این یا آن ساختار آمده در روز قبول شرکت ورزد، در حالی که زمان تکنولوژی اطلاعاتی است و بیوسته به این نیز پیشوای ملت تاکید نمودند که ما باید با تقاضای زمان از آن تکنولوژی ها استفاده بریم. زمانی رسیده است که در هر یک مقامات دولتی، در هر یک ساختار قبول مراجعت آنلاینی تأسیس داده شود و کلی این کارها می توانند برای باز هم بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان مساعدت کنند. دیگر مسئله که تیار نشدن یا نداشتن حقوق شناسانی داننده زبان خارجی که توانند منفعت‌های کشور رو در سطح بین الملل معرفی کنند، دفاع نمایند. و امروز زمانی رسیده است که اختصاص‌های حقوق شناسی با زبان‌های خارجی از جمله زبان انگلیسی، آلمانی، عربی و غیره تأسیس داده شود. ما توانیم متخصصانی را تیار کنیم که با زبان خارجی توانند منفعت‌های ملت ما را در سطح بین الملل، ساختارهای بین الملل حمایت کنند. من اندیشه دارم برای رشد ساحه حقوق شناسی و تیار نمودن متخصصان کسبی زباندان زمانی رسیده است که در کشور ما دانشگاه حقوق شناسی تاجیکستان تأسیس داده شود، چون که امروز بسیار پراکنده است. حقوق شناسان در دانشگاه‌های گوناگون درس داده میشوند، تیار کرده میشوند. مرکز یگانه امروز اگر فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی باشد، کمی اختصاصات در دیگر دانشگاه هم است و کل اختصاصاتی که در ساحه حقوق شناسی جای دارد آنها در همین پراکنده در هر جا درس داده میشوند و آن متمرکز کرده شود و یک دانشگاه تأسیس داده شود که تواند با نظر داشتی اجرایش دستورهای پیشوای ملت منفعت ملت را حمایت کرده. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان هم چوب و به هر خانواده تاجیکستان اگر تقدیم کرده شود، این هم میتواند یک اهمیت بزرگ داشته باشد و مردم تاجیکستان بیش از هر وقت دیگر با باب و ماده های کنستیتوسیا یعنی قانون اساسی تاجیکستان معلومات بیشتر پیدا میکنند. یعنی قانون اساسی در تاجیکستان که همه قانون های دیگر در زیر تابعیت آن قرار دارد، این کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان محسوب میگردد. در این باره چی ابراز عقیده دارید شما؟ امروز واقعا نفری که میخواهد از حقوقهای خود برخوردار شود، پیش از همه رو میارد به بختنامه ملت کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و در خود کنستیتوسیای کشور یک معیار مشخص است. معیارهای کنستیتوسیا مستقیما عمل میکنند. یعنی معیارهای کنستیتوسیا برای هر یک انسان امکانیت میدهند که بواسطه از ماده مشخص کنستیتوسیا استفاده برده در عمل آن را تطبیق کنند و ضرورت به آموزش قانونهای دیگر یا سندهای زیرقانونی باقی نمیماند. پس خیلی اقدام شایسته است اگر امروز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی چاپ گردد، به هر یک عائله کشور مانند کتاب تاجیکان تقدیم شود و این برای بلند برداشتن معرفت حقوقی یک واسطه بسیار عیان و سریوقتی میگردد. در برابر این هر نفری که از معیارهای کنستیتوسیا برخوردار میگردد در جامعه آزاد و از حقوقهای خود پوره و مکمل میتواند استفاده برد، چون که معیار کنستیتوسیا در بین دیگر سندهای معیاری حقوقی اعتبار عالی حقوقی دارد و یگان سند معیاری حقوقی نمیتواند به معیارهای کنستیتوسیا مخالفت کند. پس راهی اساسی بلند برداشتن معرفت حقوقی، دانشمند کردن مردم تاجیکستان این راه شده میتواند. برای تطبیق چنین پیشنهاد نقش آموزگاران، نقش زاییان، نقش روشنفکران و نقش پدران و مادران را چگونه شرح میده؟ تشکر زیاد. اگر امروز ما تحلیل نماییم، موافق کنستیتوسیای کشور رعایت قانونها از جمله کنستیتوسیا، قانونها و سندهای معیاری حقوقی دیگر وظیفه مقدس هر یک انسان است و در برابر این موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات عالی کسبی و بعدی دیپلمی، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند، آموزگاران پدر و مادر عهده‌دار هستند که فرزند خود را درست تربیت کنند. آموزگار عهده‌دار است که ارزش‌های وطن دوستی،
меъёрҳои ҳуқуқӣ тартиботро ба донишҷӯёну таълимгирандагон фаҳмонад. яъне имрӯз ҳамчун ӯҳдадорӣ аст ки ҳар кас бояд қонунро донад ва онро ташвиқ кунад. дигар масъала он аст ки мо кадом корҳоро ба сомон расонем ки дар соли маърифати ҳуқуқӣ ин ӯҳдадориҳо татбиқашон босамар бошад. аввалан ман андеша дорам ки имрӯз конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон боб ба боб, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, модда ба модда, қонун дар бораи танзими анъана ҷашну маросим, қонун дар бораи тарбияи ва тандурустии шаҳрвандон ташвиқ карда шавад ва олимони соҳаи ҳуқуқшиносӣ ҷалб карда шаванд ки онҳо тавонанд ин меъёрҳоро тафсир кунанд. баъдан замоне расидааст ки дар сатҳи озмунҳои ҷумҳуриявии фание ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм баргузор карда мешавад, фанни ҳуқуқ ҷойгир карда шавад, чунки имрӯз фанни ҳуқуқ дар озмунҳо ҷой надорад ва он нафароне ки ҳуқуқшиносӣ мехонанд, дар ихтисосҳои ҳуқуқшиносӣ таҳсил мекунанд, онҳо наметавонанд дар ин олимпиадаҳо иштирок кунанд. ва сеюм, хеле хуб мешавад ки ҳама қишри ҷомеаро мо ба омӯзиши конститутсияи кишвар, қонунҳо ҷалб кунем ва ба монанди озмуни тоҷикон оинаи таърихи миллат ки баргузор гардид, 4 шоҳ-ҷоиза дошт ва хеле нафарон барои омӯхтани китоби тоҷикон ки ройгон тақсим шуда буд машғул гардиданду дар ин озмун иштирок карданд. замоне расидааст ки барои донистан ва аз ёд намудани меъёрҳои конститутсия дар сатҳи ҷумҳурӣ озмун дар бораи конститутсия ҳамчун бахтномаи миллат таъсис дода шавад ва ҳамин роҳҳо метавонанд барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ мардум мусоидат кунанд, онҳоро барои донистани ҳуқуқҳои худ, иҷрои ӯҳдадориҳои худ ҳидоят намоянд. ташаккур ба суҳбати самимӣ. воқеан бинандагони гиромӣ, қонунҳо кафолати равшан ва дурахшони таъмини амният, субот ва оромии ҷаҳон дониста мешаванд ва ҳамин тариқ пайравӣ аз қонун ва эҳтироми қонун ин эҳтиром ва иззат ба ҳар як инсон дониста мешавад. ва имрӯз вақте расидааст ки сокинони тоҷикистон, шаҳрвандон, ҷавонону наврасон ва ҳар сокини тоҷикистон ки хоҳ дар дохили кишвар ва хоҳ дар хориҷ зиндагӣ мекунад, беш аз ҳар вақти дигар барои боло бурдани дониш ва маърифати ҳуқуқии худ андеша кунад, зеро рушд ва таҳкими донишҳои ҳуқуқӣ метавонад моро дар ҳар гӯшае аз олам ҳимоят кунад. аз ин рӯ пешниҳод ва ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри эълони соли 2024 яъне соли маърифати ҳуқуқӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон иқдоми бузург, шоиста ва таърихӣ буда татбиқи амалии он дар ҷомеаи шаҳрвандии тоҷикистон амри зарурӣ мебошад. ба умеди ободии ватан, саодати сокинони тоҷикистон, хидмат барои ҳифзи шарафи поки инсоният, инҷо барномаи таҳлилӣ ва сиёсии тоҷикистон ва ҷаҳон ба поён мерасад. ҳамеша ҳамқадами ваҳдат ва иттиҳод бошед, зеро ваҳдат ва иттиҳоди мо ин қудрати мост.